سلام، بنده مسعود داورپناه و 9 ساله که توی استانبول زندگی میکنم. 8 ساله که پیج اینستاگرامی دارم با 500,000 تا دوست و رفیقی که طی این چند سالی که اینستاگرام کار میکردم به دست آوردم و کوچه به کوچه و شهر به شهر ترکیه رو گشتم، چند تا کشور دیگه هم رفتم و محتواشو توی اینستاگرام میذاشتم. اما این ویدیو اول من توی یوتیوب، وارد یوتیوب شدم. چرا اومدم توی یوتیوب؟ برای اینی که خب من محتوای خیلی زیادی توی اینستاگرام داشتم و کسی که تازه وارد صفحه من میشد اصلا محتواهای پایینی من اصلا دیگه نمیدید، به جز اون 6-7 تا پست اخیری که گذاشته بودم فقط اونا رو میدید. و خودم هم میخواستم یه محتوایی رو نگاه کنم، باید 3 ساعت میرفتم لای ویدیوها میگشتم، تو هایلایت هم نگاه میکردم ببینم کجا چه استوری گذاشتم، چه پستی گذاشتم و خیلی دردسر بود. خودم من نمیتونستم پیدا کنم، چه برسه به کسی که تازه میومد اینستاگرام منو دنبال کنه. به خاطر همین اومدم یوتیوب رو شروع کردم و الان که یوتیوب رو شروع کردم ویدیو اولش اینه که وسیله‌مو میخوام الان جمع کنم و حرکت کنم به سمت ترکیه گردی. میخوام دوباره جنوب ترکیه رو برم بگردم تا جایی که بتونم. یه مسیر 20 روزه‌ای میخوام برم. حالا تو مسیر بهتون میگم که کجاها رو میخوام برم. خواستم فقط اولش بهتون بگم که هدفم از اومدن به یوتیوب چیه. اومدن یوتیوب اینه که میخوام جز به جز، شهر به شهر، جنگل به جنگل ترکیه رو نشونتون بدم و بعد دیگه کم کم کشورهای دیگر هم با هم دیگه بریم ببینیم. مرسی که کانالمو دنبال میکنین و مرسی که حمایت هم میکنین. امیدوارم که بتونم واقعیت ها رو براتون به تصویر بکشم. بریم ادامه مسیر رو با هم باشیم. اینجا خونه من. بچهای اینستا خب خونه‌مو زیاد دیدن. خونه من پر گیاه و این چیزاست چون علاقه زیادی دارم خودم به طبیعت. درم ببندم. علاقه زیادی دارم به طبیعت، واسه همون خونه من پر گیاهه. الان کلاه رو بستیم، آماده حرکتیم. یوتیوب واقعا باعث شده من دوباره یه جونی بگیرم و بخوام دوباره این سفر رو از نو شروع کنم. بریم. دقیقه 90 داریم دنبال کابل میگردیم. اون منقله رو اگه گذاشته بودیم اون روز پاشو بریده بودیم، الان به جای که بزنیم صندوق عقب پیدا شد کار؟ بله. یه ساعت درگیره دنبال ایشون میگشتیم. ایشون رو بذاریم جلو. این اونجا کیسه خواب، این میره صندلی عقب، لباس و مباس اونجور چیزاست دیگه. جا نداره صندلی؟ صندلی هم منقل اونجا. اینم پاروتوینه اونه. پاروتوینم بذاریم به چکنیمش کشه الباقی. متاسفانه باختای شدیدی میدادن. خیلی این هم آروم بذار. آها، چون چادر شماست. بیچاره چادر من الان نمیدونم یه جا رو پیدا کنی. یواش یواش سرتو بپا. داشمون اومده پیش داشمون پارک کرد. گفتیم و عشقا بریم؟ خب ما الان بچه ها راه افتادیم، داریم اول میریم تکیرداغ. فاصلهش 2 ساعت تا از استانبول 2 ساعت فاصله داره. بعد تکیرداغ که کلا اونجا به شراباش و ایناش معروفه، اون اطراف کلا باغای اطرافش، از اونجا راه میفتیم میریم داردانل. من ل رو زبونم نمیگیره. از اونجا راه میفتیم میریم داردانل. 1000 سال تو جنگ بوده.
که آخرش هم تا همین 100 سال پیش جنگ جهانی اول بوده و بعد از اون راه میفتیم میریم سمت چاناکاله و حالا تروی و داستانهای دیگه شو. حالا میریم اونجا از نزدیک براتون توضیح میدم. بعد اونجا میریم به سمت جنوب ترکیه، راه میفتیم میریم ازمیر و بودروم و اینجوری. بریم. الان تو که تو ترافیک استانبولی کثافت بگیره اینجا. قراره راحت شیم یه 2 هفته واقعا قراره اینجا دور شیم. یکی از چیزهایی که شاید من از استانبول همیشه دور نگه میداره این ترافیکشه. خیلی ترافیک داره، خیلی. ولی واقعا من خونه عوض کردم به خاطر ترافیک. من خونه‌ام کادیکوی بود، شنیدین 100%. دفتر کارم هم اینجا توی شیشلی بود. یعنی شما باور کنین من همیشه هر روز صبح از خواب بیدار می‌شدم تا برسم دفترم، مسیری که شب ساعت 2-5 دقیقه است، هر روز صبح من باید 2 ساعت توی ترافیک بودم. 2 تا 2 ساعت و ربع، 2 ساعت 20 دقیقه تو ترافیک میرفتم میرسیدم و بعد این مسیر رو میخواستم برگردم خونم، دوباره 2 ساعت تو راه بودم. یعنی من حساب کردم روزی 4 ساعت توی ترافیکم، ماه میشد 120 ساعت. 120 ساعت میشد 4 روز. انگار شما فکر کن 4 روز از یک ماه کلا تو ترافیک باشی. کار پاره وقته. واقعا یه کار پاره وقت، میتونی ازش کلی درآمد داشته باشی. اینجاست یه چیزی یاد بگیری. خونمو تحویل دادم اومدم سمت اروپایی. فکر کنم یه 3000 لیری بنزین بزنیم. 6 میلیون. خدا بده برکت. کجا میخوایم این پولو در بیاریم؟ یوتیوب. آره. خواستم برم بنزین بزنم، یادم افتاد باید پول چنج کنم. اینجا همه چنج میکنن چون دلار یهو کشیده بالا، داره همینجوری میره بالا. همه پولاشون رو دلار نگه داشتن، میخوان یه اکمک یه نون بخرن دلار چنج میکنن. خلاصه اوضاعه. بذار من الان یه 300 تا چنج کنم. از 33 خرید ازم. 33 خرید و بریم بنزین رو بزنیم. ناستنس خیلی خوبه. فارسی بلدی؟ فارسی بلدم. کی باید این فارسی یاد کنه؟ بریم دوتا قهوه بگیریم. بستنی نگیریم. اینا خیلی خوشمزه. اینا همون طعم کیمای قدیمی ما رو میدن. بستنی کیما بود. من نمیخورم. چرا؟ بابا حالا امروز از فردا. نمیخورم. از فردا. من نمیخورم. چون خستن. چرا دیگه بالاییه؟ آمریکانو. آره. یه دقیقه بده ببینم قندش صفره. آره نه بابا این 100% نه. اینجا رو فقط 3 بود. Kaç tane taş bulu? بنزین ها. رمزمو دیدین؟ سال. $100 کیلو. تا کجا میریم ما این؟ تا ازمیر میرسیم؟ آره تا بودروم هم میرسیم. نرسیده به بودروم نیاز داریم. چرا بنزین هگیه بوده؟ Aynen öyle. Ya Instagram. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Selam. اومدیم رسیدیم تکیرداغ. اینجا هر 100 متری یک کفته فروشی میبینین. یعنی اصلا کلا این شهر معروفه به کفته فروشی. اومدیم قدیمی ترین کفته فروشی. یه نهار اینجا بزنیم و اینجا رو با هم ببینیم و بعد بریم واسه ادامه مسیر.
این همون کفته خوشمزه شهره، شبیه لقمه است. این سس تنده. خب نونه رو هم بگیر، نون برشته شده. سالاد و اینا رو آوردن. بافت گوشتش نرمه. دوتا هم حلوا گرفتیم. این اسمش خایرا بلوه. بافتشو ببین. اینم پنیر حلواسی. این 70%ش پنیره. این همچین بافتی داره دیگه. این پنیر اینی که میبینی. بذار بزنم ببینم چجوریه. اینجا تا چش کار میکنه دشته و همونطور که میبینین من الان دقیقا تو دل مزرعه انگور هستم. اینجا تکیرداغه، جایی که معروفترین و بهترین شراب ترکیه رو داره. انقدر معروفه که هومر توی حماسه ایلیاد از اینجا، از شرابای اینجا یاد کرده. و الان ما تو همون باغا داریم قدم میزنیم و اینجا یه کارخونه شراب سازیه. این کارخونه سال 2000 احداث شده. انگار دروازه بهشته. از اون سر که میای چپ و راست مزرعه‌های انگور. دیگه ببخشید میکروفون پیشم نیست. اینجا رو یهویی دیگه مجبور شدیم سریع فیلمشو بگیریم چون میخواستن اینجا رو ببندن. اجازه دادم، ما اومدیم داخل. ویو دریا، میشین اینجا شراب میل میکنی لای این انگورا و توی کارخونه شراب با ویو دریا. دیگه چی میخوای؟ همش یه جا جمعه. همه محصنهای شراب هر کدوم تو یه طعمه. چه بوی شرابی میدیم اینجا. بوی شرابش میده دیگه. Buraya da fıçıların olduğunu. Yılanlı alın aynı zamanda. من ناراحت شدم. رفتیم این داخل کارخونه شرابه رو فیلم بگیریم، نذاشتن گفتن دیر اومدین و اینا. کلی هم گفتم بابا بذاریم فیلم بگیرم، کلی بهشون گفتم یالوار یا خار کردم. گفتم سن الله من علم. نذاشتن گفتن داخل مراسم اصلا نمیشه. گفتم آقا بذار من یه گوشه 2 دقیقه فیلمم بگیرم. آدمای خوبی نبودن، نامرد بودن. به هر حال به قول خارجی anyway یه بار دیگه میای. HGS این پول 785 lira. Merhaba. Plakaya geçmiyor mu? Evet, plakaya geç. HGS پول 785 lira یا تقریبا میشه گفت 1,500,000 تومان. ما الان داریم از روی طولانی ترین پل معلق جهان عبور میکنیم. پلی که طولش 4600 متره و ارتفاع این پایه هایی که میبینین 300 متره. این پل اسمش چاناکاله 1915. حالا چرا 1915؟ اشاره داره به جنگ جهانی اول، جنگی که بین بریتانیا و عثمانی اتفاق افتاد روی این تنگه داردانل و عثمانی هم پیروز جنگ شد.
هزینه یا همون عوارض عبور از این پل 785 لیره یا تقریبا میشه گفت 1,500,000 تومان.